سلام، به کانال رویای خواب خوش اومدی. الان وقتشه چشاتو ببندی، یه نفس عمیق بکشی و بذاری کلمات آروم و ملایم مثل موجای نرم دریا تو رو ببرن به یه دنیای دیگه. این قصه توئه. قصه‌ای که مثل یه لالای شیرین دستت رو میگیره و آروم آروم میبره به دنیای خواب. اگه از این قصه لذت میبری، کانال ما رو دنبال کن و لایک و کامنت و فراموش نکن. روزگاری پادشاهی قدرتمند برای شکار به صحرا رفت. در راه چشمش به کنیزکی زیبا افتاد و دلش لرزید. عاشق شد. او را خرید و به قصر آورد. اما بعد از مدتی کنیزک بیمار شد. شاه غمگین شد و سراسر کشور پزشکان ماهر را فراخواند. گفت جان من به جان این کنیزک بسته است. اگر او درمان نشه من هم خواهم مرد. پزشکان مغرور بودند و یادی از خدا نکردند. خدا هم عجزشان را بهشان نشان داد. دخترک روز به روز ضعیف‌تر شد. شاه گریه می کرد و داروها بی اثر بودند. شاه پا برهنه به مسجد رفت، در محراب نشست و آنقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتی به هوش آمد دعا کرد و در خواب پیرمردی نورانی به او گفت فردا پزشکی دانا خواهد آمد. درمان را او می داند. منتظرش باش. صبح روز بعد مردی خوش سیما از دور پیدا شد. مثل ماه می درخشید و شاه او را شناخت. او را به قصر برد و نزد کنیزک فرستاد. حکیم نبض دختر را گرفت و از شهرها پرسید تا رسید به نام سمرقند. نبض تند شد تا رسید به کوچه قاطر. نبض شدیدتر شد و وقتی نام زرگر جوان را گفت رنگ دختر زرد شد. حکیم گفت بیماریت را شناختم، اما این راز بین ما بماند. شاه زرگر را با زر و طلا فریب داد و او را به قصر آورد. کنیزک و زرگر با هم ازدواج کردند. 6 ماه در خوشی گذشت و حال دخترک خوب شد.
اما بعد از آن حکیم دارویی ساخت و به زرگر داد. او روز به روز ضعیفتر شد و در نهایت زرد و بیمار و زشت شد. عشقش در دل دخترک سرد شد. زرگر گفت: من مثل آهویم که برای نافش خونش را می‌ریزند، مثل روباهی که برای پوستش کشته می شود، مثل فیلی که برای عاجش قربانی می شود. ای شاه، تو مرا کشتی، اما بدان این جهان مثل کوه است و صدای اعمال ما دوباره به خودمان برمیگردد. زرگر لب از سخن بست و جان داد و کنیزک از عشق او رها شد. و این قصه هم به پایان رسید. اما سفر تو به دنیای رویاها تازه شروع شده. آرزو می کنم خوابی سبک و پر از آرامش داشته باشی. شبت بخیر.